با گرمترین درودها به پیشگاه بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به یاری کارگردان برنامه آقای عماد. در این برنامه برگ‌های ناخوانده و ناشنوده‌ای از تاریخ رو به مدد دانش آقای محمد امینی پژوهشگر گرامی ورق میزنیم. خدمتشون عرض سلام میکنم آقای امینی گرامی. درود بر شما و بینندگان ارجمند شما. من به خاطر 4 سال مصاحبه با شما همیشه یادم میره که ما اینجا داریم تلویزیون هستش و بینندگان و هم میهنان ما رو میبینن. 4 سال بیشتر بود. بیشتر بله. به مجموعی بود. شب‌ها و روزهای خوب بود. خب آقای امینی چیکار میکنی این روزا؟ کم پیدایی؟ باز کار تازه در دست داری؟ نه خیر، کم پیدا که نیستم. در واقع در حال تمام کردن برخی کارهای ناتمام هستم. نخست این که میدونید که من شیعیگری احمد کسروی رو که کتاب 80 صفحه‌ای بود برایش حاشیه زدم و با افزوده‌های بسیاری به 350 برگ رسید و منتشر شد. الان دارم بله شما خیلی کمک کردید در زیر و زبر گذاشتن‌های لازم که من یه وقت خطایی در آیه‌های قرآنی نکردم. شما خطا نمی‌کنید. الان دارم صوفیگری رو غلطگیری میکنم، یعنی کار تموم شده. الان مراحل پایانی، فکر کنم در پایان ماه می ناشر که همون شرکت کتاب خواهد بود این رو به چاپخانه بفرسته و امیدوارم که تا پایان ماه می، پایان ماه ژوئن این در اختیار هم میهنان قرار بگیره. 500 صفحه میشه؟ فکر نمی کنم، فکر کنم در حدود از 400 صفحه باشه، چون یک پیشگفتار درازی است در مورد اصولاً عرفان و صوفیگری در ایران و مانند اون کار حاشیه‌های زیادی در واقع در این کار است. کتاب جلد دوم سوداگری با تاریخ فکر کنم 3 ماه یا 3 ماه و نیم دیگه به چاپخانه بره که در مورد لوایح دوران مصدق هست. باز ارزیابی از دوران مصدق دیگه ارتباطی به شبانه روز شما چند ساعته؟ و امیدوارم هستم که کار ناتمام فدایان اسلام و سودای حکومت اسلامی رو تا پایان امسال به چاپخانه بفرستم. کتاب بسیار طولانی است. خاطرات پدر عزیزتون چه شد؟ اون هم تموم شده ولی به زودی اون گرفتاریش اینها نیست. اونو من امیدوارم بتونم ایران چاپ کنم. این است که به همین دلیل یعنی برین ایران؟ نه خیر، بفرستم برای ناشری. بله ولی که اون بهتره که ایران چاپ بشه. بله. آقای امینی یه چند سالی است و به خصوص چند هفته است بله که کارزار سیاسی برای کوچکسازی و بی‌بهاسازی دکتر مصدق شدت گرفته، گسترش پیدا کرده و من تعجب میکنم با نگرش به کتاب سوداگری با تاریخ شما که پاسخ همه سوالا رو دادین، چطور هنوز برخی در جریان کارزار کوچکسازی مصدق میکوشن؟ بخشی از اون نادانی است ولی بخش دیگرش وقاحته. یعنی آدم‌هایی هستن هنوز که بدون دانش واقعا همچنون بر سینه خودشون میکوبند و حرفایی رو میزنند، سند هم ندارند ولی رواج میدن و متاسفانه کارزار مشترک هست بین برخی از طرفداران و هواداران رژیم گذشته ایران. سخت در این کارزار هستند حامیان ولایت فقیه که سخت با مصدق دشمن هستند و بازماندگان دار دسته بقایی. تقریبا میتوان گفت یک صدای مشترک دارن، حتی به هم در واقع میدان هم میدند ولی فکر نمی کنم به جایی برسه. برای اینکه به هر حال من در این سفرهایی که داشتم با همیهنان که صحبت میکردم، ایمیل هایی که دریافت میکنم، واکنش هایی که میبینم، اولا جایگاه مصدق خیلی بالاتر از این حرف هست که بشه اون رو در واقع به این کارها بدنام کرد. مثل کسی است که بخواد با لیوان آبشار نیاگارا رو مثلا جلوی ریزش رو بگیره، خب به جایی نمیرسه. با سد هم نمیتونه جلوش رو بگیره. یک پدیده بسیار مهمی در تاریخ ایران بوده، جایی بسیار برجسته‌ای در حافظه مشترک مردم ایران داره و از همین هم بیمناک هستن. علتی که الان این گل کرده به دلیل این است که جامعه ایران در حال به هم ریختن است، بحرانی است و بیم و هراس هستش که باز این نوع اندیشه ها در جامعه ایران پا بگیره و مدعیان گوناگونی برای اینکه این اندیشه ها پا نگیره، این نوع راه و رسم و نگاهی که در دوران مصدق بوده، نه ضرورتاً همه کارهای او، ولی این نوع نگاه به هر حال
ایران پرستانه دموکراسی خواهانه مبتنی بر ارزش‌های نظام پارلمانی لیبرال اینها در جامعه نگیره، این طبل و تبلیغات و اینها به صدا در آمده، ولی به نظر من به جایی نمیرسه. ممنونم. آقای امینی اگر موافق باشید در این زمینه با کاوش در بخش‌های دیگری از کتاب شما در آینده گفتگوهای پیرامون ارزش‌های سیاسی مصدق بکنیم. با کمال میل، حتما. موافقین؟ حتما. از کی؟ شاید اصلا از هفته آینده شروع کنیم، ولی حالا ببینیم برنامه چگونه پیش میره. آقای امینی یک کمی که ایمیلی بر من رسیده بود که میگفت آقای امینی گفتن که نواب صفوی در برنامه پیشین نواب صفوی در ماجرای 28 مرداد در ایران بوده. بله پشتیبانی میکرده، در حالی که گزارش مهدی عراقی مبتنی است بر اینکه او در مؤتمر اسلامی در اون زمان شرکت کرده. این رو شما گفتید به من اتفاقا پای تلفن. شما جواب میدین در برنامه. بله. ببینید این کتاب ناگفته های آقای حاج مهدی عراقی است و این حرفی است که ایشون زده. حاج مهدی عراقی برگشته گفته که اولا ازش پرسیدن که فدایان اسلام در وقایع 30 تیر چه نقشی داشتن. حاج مهدی عراقی هیچ نقشی نداشتن، پاسخ داده. ولی در این جای دیگر گفته که بله، گفته اصلا فدایان اسلام، گفته نواب صفوی در اون هنگام در ایران نبوده، او رفته بوده در موقع 28 مرداد اصلا از ایران خارج شده بوده و بنابراین این صحبت بله درست می‌فرمایید، صحبت حاج مهدی عراقی. من مدرکی رو اینجا آوردم و از دوست گرامی در اتاق فرمان میخوام که اینو نشون بده. ببینید این پیکره پاسپورت آقای نواب صفوی است. این تاریخ صدور پاسپورت رو نگاه کنید. تاریخ صدور پاسپورت 3 سال 1332 هست، یعنی در 8مین ماه سال، یعنی آبان، در آبان ماه سال 1332 در 3 آبان ماه این پاسپورت صادر شده. یعنی ایشون نمیتونسته در 28 مرداد در خارج از ایران باشه. مؤتمر اسلامی هم 2 هفته 3 هفته بعد از اون در اردن تشکیل شده. بنابراین این اسناد وجود داره. خوشبختانه به خاطری که نواب رو بزرگ کنند، مرکز اسناد جمهوری اسلامی خیلی از مدارکی رو بیرون داده که امروز طبیعی است که گریبان خودشون رو بگیره و این پیکره پاسپورت خود ایشان بود که من اینجا نشون دادم. آقای امینی بعد از مصاحبه هفته پیش پیرامون، یعنی در واقع 2 هفته پیش، درباره فداییان اسلام و تاریخچه شخصیت‌های منسوب به اون، دیدم واسه مصاحبه‌ای کردین در جای دیگه. به همین مناسبت، به دلیل اینکه 8 اردیبهشت روزی بود که کوشش برای کشتن کسروی کردند، صدای آمریکا با من یک مصاحبه 20 دقیقه‌ای در مورد فداییان اسلام داشت و استقبال زیادی از این برنامه شد. البته من نباید بگم، ولی به هر حال دوستانی که زنگ زدن گفتن که برنامه جامع و جالب بود. شاید شیرینی بحثی که ما با هم اینجا حضوری میکنیم نباشه البته و زمانش هم دراز بره. خب و اما آقای امینی عزیز، شما یک سندی به من دادین که میتواند موضوع بحث امشب ما باشد. بله قراره باشه. بله. این سند به تاریخ 11 اردیبهشت 1304. بله. یعنی در واقع امروز دیگه. بله. اداره تلگراف دولت علیه ایران یا علیه ایران. بله. نوشته است که فرمایان ایالات و حکام ولایات بنا به مقتضیات، خطاب به اونا میکنه، بنا به مقتضیات شیخ خزعل به مرکز ایران احضار شده بود، چون مشهود گردید که در آمدن وی تعلل می‌ورزد، حسب الامر او و پسرش را تحت الحفظ روانه تهران نمودند. 10 اردیبهشت وزارت داخله. بله. بعد زیرش هم مطالبی آمده، از جمله این که نوشته سواد یعنی رونوشت برای جراید ارسال شد، هر کدام مایل باشند میتوانند در جریده خود. بله. قدرت رضا شاه هنوز به اونجایی نرسیده بوده که بگه باید این رو چاپ کنن. هنوز به هر حال پادشاه نشده، فضا بازه. هست. بله.
گفته اگر دلشون خواست اینو چاپ کنن. بله ببینید این آگاهی نامه و تلگرافی است که فرستادند برای اینکه چند روز پیش از این خزعل رو به تهران آورده بودن. یعنی در 2 اردیبهشت خزعل و پسرش رو همراه با همسران اونها، یعنی تنها هم نیومدن. 300 تا زن داشته. نمیدونیم چند تا، میگن بعضیا گفتن 30 تا، بعضی گفتن 300 تا. من یه جای خوندم در ویکی‌پدیا 300 تا زن. بله فکر نمی کنم، ولی به هر حال تعدادی از همسراشو با خودش میاره، آشپزش هم با خودش میاره، چون اعتماد نداشته به اینکه غذای خوبی براش درست کنن. یه باید تشریفاتی میاد و مدت زیادی هم در تهران زندگی میکنه تا سال 1115. موضوع جالبیه بحث خزعل، اگه بخواید امروز واردش بشیم دیگه. من مقدار زیاد داشتم. جلسه صحبت کرد درباره‌اش. بله. آقای امینی، خزعل اول من القابی که ازش یادداشت کردم خدمتتون بگم که شما خودتون واردترین. امیر تومان، معز السلطنه، سردار عرفه، سردار اقدس، دارای نشان فرماندهی شوالیه از انگلستان، حاکم المحمرة المعظم، نصرت الملک. بله. کدام یک از اینا اول بوده؟ اولینش نصرت الملک است. بله. کی بهش میده این لقب؟ این رو نصرت الملک و ناصرالدین شاه. یعنی اینها القابی بوده که برخی از اونها به پدرش جابر داده بودند و همین رو اول به برادرش میدن. میدونید که خزعل 3 تا برادر داشته؟ چندین برادر داشته، ولی چند تاش برجسته میشن. برادر بزرگ اینها محمد نام داشته. وقتی جابر در میگذره، ایل اونها یا قبیله اونها، چون به هر حال در میان اعراب عشیره و قبیله با هم متفاوت. عشیره گروه بزرگتری رو میگن و قبیله گروه کوچکتری. این پیکری که میبینید در اینجا شیخ خزعل هست در اوج قدرت، همراه با اون کسی که کنارش قد بلند ایستاده، اون عبدالعزیز پادشاه بعدی عربستان هست. اون عبدالعزیز هست. بله هنوز دولت عربستان به وجود نیامده. اون امیر عبدالعزیز هست که امیر عبدالعزیز سعودی است. بله و از اون حمایت میکردن. این رئیس قبیله پدر او رئیس قبیله‌ای بوده به نام محیسن که این قبیله از طایفه محیسن مثل محسن با یه بین شبیه حسینه. بله محیسن. بله با یه بین ه و سین محیسن. بله این قبیله محیسن از قبیله های طایفه معروف بنی کعب هستش، یعنی از اون گروه بزرگتر طایفه بنی کعب هستش که اونها یعنی طایفه بزرگتر قبیله است و در داخل قبیله هم دستای کوچکتری وجود داره. اینها رقیب بودن با برخی قبایل دیگر اون منطقه، مثلا مانند آل خمیس یا بنی طرف یا بنی طرف، هر دو آمده و حاکم بخشی از خوزستان محمره در واقع در اون منطقه بودند، منطقه خرمشهر امروزی. بله در اون منطقه بودند و وقتی جابر در میگذره فرزندش محمد قرار هستش که رهبر بشه، ولی ایل از او دفاع نمیکنه یا قبیله اشراف قبیله از او دفاع نمیکنند و مزعل برادر شیخ خزعل به قدرت میرسه و برادر دیگر از بین میبره. مزعل هم بر وزن همون خزعله. خزعله. بله. برای مدتی مزعل این القاب رو داشته، یعنی نصرت الملک به مزعل هم میگفتند. بعد از چند مدتی خزعل برادر خودش رو میکشه، یعنی این مزعل رو میکشه و خودش به جای اون میشه. من شنیدم موقعی که برادرش می‌خواد سوار کشتی بشه، بله همراه با غلامانش او رو به تیر میبندن. به تیر میبندن. بله میکشن. اون شوخی با ایشون نداشتن. بله رحمایی بودن. امیر تومان که فرمودید، تومان یعنی 10,000. یعنی این در واقع رئیس لشکر 10,000 نفره. البته عنوان بوده، واقعا اینطوری نبوده، ولی برابرش در واقع همون سرلشکر هستش یا امیر تومان. ولی دوران مظفرالدین شاه به او امیر نویان هم لقب میدن. امیر نویان یعنی سپهسالار، یعنی سپهبده. نه خیر، کلمه قدیمی مغولی است. امیر نویان یعنی سپهسالار. این رو مظفرالدین شاه به او داده. حاکم منطقه‌ای بوده که خودش به اون میگفته عربستان. در فرمان‌ها هم حتی به اون میگن عربستان، چون نام قدیم خوزستان هست، بعد این رو بهش گفتن عربستان در فرمان‌های دولتی و نقش خیلی مهمی تا اون موقع نداشته. یعنی نقش داشته، خراج هم به دولت ایران میداده و یکی از حاکمانی بوده که تقریبا نیمه مستقل در اون منطقه عمل میکرده و دولت هم کاری بهش نداشته تا اینکه پیمان دارسی بسته میشه. یعنی اهمیت دارسی کی بوده؟ ویلیام ناکس دارسی یکی از به هر حال
یه بریتانیایی امتیاز نفت تنها کسی است، اول کسی است که امتیاز نفت رو از دولت ایران، از مظفرالدین شاه میگیره و دوران مظفرالدین شاه از مظفرالدین شاه میگیرند و بعدها به دولت انگلیس میفروشه. یعنی خودش توانایی رو نداشته که این کار رو انجام بده و شرکت نفت ایران انگلیس رو با کمک شرکت نفت برمه به وجود میارن. وقتی که در مسجد سلیمان، چون قرارداد در 1901 بسته میشه، در حدود 1908 به نفت میرسه و در این فاصله خیلی جالب هست، در این فاصله خزعل به فکری میفته به دلیل انقلاب مشروطه که وارد جانبداری از روس‌ها بشه. روس‌ها باش تماس میگیرند و بهش وعده میدن و میخواسته با روس‌ها وارد معامله بشه در دوران انقلاب مشروطه، چون هیچ علاقه‌ای به این تحولات مشروطه اینها نداشته. به همین دلیل هم در یکی از مناطقی که اصلاً کوششی برای مشروطه نشده و انجمنی هم به وجود نمیاد، در مناطق بخش‌های بزرگی از خوزستان هست که زیر نفوذ شیخ خزعل هست. وقتی که به نفت میرسند، بریتانیا وارد معامله با شیخ خزعل و سران بختیاری در منطقه شوشتر و مسجد سلیمان و تمام این مناطق میشه. یعنی اونها رو استخدام میکنه برای اینکه از لوله‌های نفت در ایران پاسداری کنند. زمین پالایشگاه آبادان هم از خزعل خریده شده، یعنی 1 میل مربع 2.5 کیلومتر مربع رو از خزعل میخرن. پول کلانی هم بهش میدن، سالیانه بین 750 تا 1000 لیره بهش میدادن که از لوله ها پاسداری کنه و البته حتما به قول معروف زیر جلکی هم بیشتر بهش میدادن و درآمد هنگفتی از این لحاظ داشته. امنیت کامل هم داشته در پناه دولت بریتانیا در اون دوره. تقریبا میتوان گفتش که در به ویژه بعد از کشف نفت در مسجد سلیمان در 2 سال پس از فرمان مشروطه، دولت بریتانیا با کمک طایفه او یا اون دسته‌ای که به هر حال باش بوده، قبیله او، اساساً کنترل می‌کرده تمام منطقه خوزستان رو. شمال خوزستان در اختیار بختیاری ها بوده. اونجا در واقع با اونها قرارداد بستن. می‌دید با دولت بریتانیا یا شرکت نفت ایران انگلیس به طور مستقیم با سران بختیاری قرارداد می‌بنده. من این قرارداد یک بار توی برنامه رادیویی برای شما خوندم. پیکرش وجود داره. یک ورقه کاغذی است زرد رنگ، به فارسی نوشتن و امضا کردن، منتها سند قرارداد اصلی چندین صفحه است به انگلیسی. اونها رو فکر کردن اینها شورشون نمیرسه، همون برگ فارسی رو نوشتن که ما به شما درصد میدیم، که بعدها در سالهای پس از اون یکی از عوامل شورش بعضی از سران بختیاری به ویژه در دوران ملی شدن صنعت نفت این بهانه بود که شما سهم ما رو پول ما رو نمیدید. بله، قرار بوده که این پول داده بشه. حالا در همین زمینه با اجازهتون من یه یادآوری تاریخی دارم. شنیدم از دکتر عباس قلی بختیار، پسرعموی بختیار، میگفتش که سران بختیاری در همین ماجرای طلبکاریشون آمدن پیش ملکه ثریا، اوکششون بود و ملکه ثریا شفاعت کرد پیش شاه و شاه دستور داد 9 میلیون تومان به اینا بدن، بین خودشون تخص کنن. عجب. و این چیزی بود که عباس قلی بختیار بر من گفت. این تقریبا روشن است در اون دوره. البته برگردیم به بحث خزعل. خزعل از همون آغاز وارد مناسبات با بریتانیا میشه، ولی محکم شدن روابطش با بریتانیا برمیگرده به شورشی که علیه او در پیش از آغاز جنگ جهانی اول روی میده. یعنی جنگ جهانی اول 1914 است. در حدود سال 1913-14 گروه گسترده ای از قبیله های غیر از قبیله خودش علیه او شورش میکنند. علتش هم رفتاری بود که داشت، یعنی آدمی که برادر خودش رو با همه غلامان و نزدیکانش حاضر میشه با چنین وضعی بکشه، طبیعی است که با دیگران هم همین کار رو میکرده. نمونه‌هایی از رفتار اون رو کسروی در کتاب بسیار ارزنده خودش تاریخ 500 ساله خوزستان که اینجا من آوردم و حالا دربارش اشاره خواهم کرد توضیح داده. ولی در اون دوره بعد از این شورشی که علیه خزعل صورت میگیره، دولت بریتانیا متوجه میشه که اگه این شورش رو سرکوب نکنه منافعش به خطر بیفته. برای که با خزعل یه مناسباتی ایجاد کرده. 12500 تفنگدار بریتانیایی وارد محمره میشن، سرکوب میکنند این شورش رو. و میدونید که این چه تاریخی بوده این در دوران مظفرالدین شاه است، در دوران
ببخشید این در دوران بعد از مشروطه است، در دوران بعد از مشروطه است، خیلی بعد از مظفرالدین شاه است، یعنی در سال 1000 و در دوران احمد شاه قاجار هستش. بله در دوران احمد شاه قاجار است، اونی که معروف شده به ماجرای محمره، شکست ایران در جنگ محمره است که ایران از قوای انگلیس در 3 شهر به شدت شکست میخوره و اصلا چیرگی خودش رو بر خوزستان از دست میده عملا در مقابل قوای بریتانیا. فاجعه هم بوده در واقع این شکست، چون هیچ مقاومت ایران عملا در این جنگ‌ها نمیکنه. ولی برگردیم به این ماجرایی که گفتم، در واقع با این ترتیب، با ورود نیروهای نظامی بریتانیا به پشتیبانی از خزعل، قطعی میشه پشتیبانی خزعل از بریتانیا. در همین زمان تقریبا جنگ جهانی اول آغاز میشه و در جنگ جهانی اول تمام کوشش عثمانی در این بوده که خزعل رو به سوی خودش بکشه. و جالب اینجاست که چون اینها شیعی بودند، شیعی مذهب هستند و بزرگان دین در نجف فتوا داده بودند به سود عثمانی، یعنی تشویق میکردن ایرانیان رو که جنگ جهانی اول سوی عثمانی رو بگیرید. میدونید که اون موقع تا شایعه کرده بودن که قیصر مسلمان شده، اسم اسلامی برای خودش انتخاب کرده و حتی رفته مکه و حاجی شده. حتی این رو هم رایج بهش به حاجی قیصر بهش میگفتن. مشهد نرفته بوده بهش میگن مشتی، ولی حاجی شده بوده. دروغ البته. تبلیغات قدرتمند دستگاه آلمان ها بوده. بله. و از جمله سراغ خزعل میان و میخواستن خزعل رو جلب کنن. بسیاری از قبایل دیگر عرب شیعی میرن به طرف پشتیبانی از عثمانی. خزعل حاضر نمیشه. خزعل وفاداری خودش رو به انگلستان تا جایی نشون میده که به همین دلیل اون مثلا لقب شوالیه رو از بریتانیا گرفت، یعنی رسما سرسپرده میشود به بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول و خیلی نزدیک بوده با بریتانیا و به همین دلیل هم روابطی که با او در اون دوره برقرار میکنند تقریبا میتوان گفت که خزعل رو به عنوان آدم اصلی بریتانیا در جنوب ایران میشناسند. چند پیکره است در اینجا، من از کارگردان گرامی میخوام نشون بدن که خزعل رو در کنار تفنگداران بریتانیا و حتی ژنرال فرمانده ارتش جنوب نشون میده. اگر بتونن در این عکس‌ها نگاه کنن، خیلی عکس‌ها پیدا کنن، خیلی جالب است. این یه نمونهشه. این خزعل هست در کنار قشون بریتانیا و این هم در کنار فرمانده ارتش جنوب، تفنگداران جنوب ایران هست که با خزعل دارن سان می‌بینن. پلیس جنوب در فارس بوده. این نیروی نظامی است که با پلیس جنوب مربوط است. اینا تفنگداران هستن، بعد همون پلیس جنوب تقریبا، ولی ارتباطشون تقریبا یک کمی متفاوت از پلیس جنوب است. این ارتش نیروی دریایی بریتانیا است که وارد ایران شده برای دفاع از خزعل. آقای امینی، بعضی‌ها میگن که مخالفت خزعل با قدرتگیری سردار سپه از موضع هواداری از دموکراسی و پشتیبانی از احمد شاه بوده و رابطه او را با مدرس گواه میارن و اشاره میکنن به نامه تند و تیزش به رضا شاه. بله. که او حتی تا جایی رفته که رضا شاه را قاصب غیرقانونی نخست وزیری ایران خوانده بوده. خب این قاصب غیرقانونی خواندن به خاطر این بوده که میدونید که احمد شاه تلگراف برکناری رضا شاه رو زده بوده به تهران و رضا شاه، البته اون زمان سردار سپه نخست وزیر و کسانی که با او مشاوره قانونی میکردند نظر میدن که احمد شاه حق چنین کاری رو نداره، مجلس هست که میتواند شما رو برکنار بکنه. از جمله یکی از مشاوران او در این زمینه حقوقی اتفاقا دکتر مصدق است که چنین نظری رو میدن و میگن این مجلس هستش که باید رأی بده و مخالفت میکنه. البته برمیگرده بحث به چیز خیلی جدی‌تر. این دورانی است که به هر حال ایران در حال شکل دادن به یک دولت مدرن هست، یعنی از زمان مشروطه به این سوی ما در حال شکل گرفتن یک دولت مدرن هستیم در ایران و این دولت مدرن با دشواری‌های روبروست. یعنی ما با گرفتاری‌های 15 ساله پس از مشروطه، درگیری‌های درونی، جنگ داخلی، ورود روس‌ها به ایران، ورود عثمانی‌ها به ایران، ورود بریتانیا به ایران، گرفتاری‌هایی که تقریباً مشروطه رو می‌توان کشور در و پیکری نداشت، ناکام کرده بوده. در این دوره در گوش و کنار ایران خب شورش‌هایی وجود داشته. اولین شورشی رو که سرکوب می‌کنند شورش شمال ایران هست، یعنی میرزا کوچک خان هست. پسیان هم که در واقع کشته میشه، میکشن پسیان رو. و سپس شورش اسماعیل آقا سیمکو در آذربایجان غربی است و او هم سرکوب میشه. تنها جایی که باقی مانده بوده و حالا به دلیل نفت هم اهمیت پیدا کرده بوده خوزستان هست که
شیخ خزعل در آغاز کار حاضر بوده با رضا شاه کار کنه و نمیخواسته هیچ مخالفتی بکنه، ولی ایجاد یک کشور متحد، ایجاد یک کشور یک پارچه اجازه نمیده که یه نفر در مثلا در مناطق بختیاری یا مناطق قشقایی ارتش خودش رو داشته باشه یا در خوزستان یک نیروی مسلحی داشته باشه و تابع نظم عمومی بشه. بله دیگه این بخشی از پیدایش دولت مدرن هست در جامعه و این هم فقط رضا شاه نیست که بر این پافشاری میکرده، تمام مشاوران رضا شاه، کسانی که به هر حال پیرامون رضا شاه بودن و روشنفکران اون زمان به شمار می آمدن. مثل کیا؟ فروغی از همه اینها مهمتر، تقی‌زاده. فروغی چیکاره بوده اون موقع؟ فروغی در دوران نخست وزیری، دوره یک سال پایانی نخست وزیری رضا شاه نایب نخست وزیر هست، یعنی در واقع گرداننده هیئت وزیران فروغی است. بله، مغز دولت فروغی است و اوست که در واقع تمام این تدارک حتی انتقال پادشاهی رو از قاجار به پهلوی میبینه و در تاجگذاری هم اوست که در واقع تاج رو میاره و به امام جمعه خویی میده که امام جمعه خویی این رو به رضا شاه بده و او بر سر خودش بگذاره و در نتیجه همه نخبگان بزرگ ایران در اون موقع که به هر حال باورمند به یک پیدایش یک دولت مدرن در ایران هستند معتقد بودن که خزعل نمیتونه یک حاکم سرکش در اون منطقه باشه، ارتش خودشو داشته باشه و مستقیم با بریتانیا ارتباط داشته باشه. مالیات و گمرک خودش رو. بله، حالا اینجا حتما خدمتتون میگم، ولی در اون دوره بریتانیا هنوز تکلیف خودش رو روشن نکرده، یعنی هم از رضا شاه پشتیبانی میکنه چون به هر حال روشن هستش که بعد از کودتای 1299 این آیرون سایت هست که تشویق میکنه و نیروی نظامی در اختیار میده، یعنی جنگ افزار رو اجازه میده اصلا قزاق‌ها به طرف تهران حرکت کنن. زیر نظر بریتانیا بودن قزاق‌ها، دیگه دست روس‌ها نبودن چون انقلاب اکتبر صورت گرفته بوده و در نتیجه رضا شاه با کمک اونها در واقع داره تقویت میشه، ولی در این حال بیمیل نبودند که اسب دیگری رو هم در این بازی داشته باشند. حاضر نبودند که با کسی که نزدیک به 30 سال 20 و اندی سال کار کردند و وفاداری اون رو حتی در برابر فتوای آزمودند، بله فتوای علما آزمودند، این رو به این سادگی واگذار کنن، افزون بر این که بعدشون نمی آمده که این نابسامانی دست کم در منطقی از ایران باقی بمانه و معامله‌ای که صورت گرفته بوده اون زمان این بوده که خزعل وفاداری کنه نسبت به دولت مرکزی، به رسمیت بشناسه دولت مرکزی رو و دولت مرکزی او رو در کارهای خودش آزاد بگذاره. این توافقی بودی که بریتانیا در آغاز کار با دولت رضا شاه کرده بوده قبل از اینکه قدرت او افزایش پیدا بکنه. در همین دوران هست که میلسپو وارد ایران می شود، رئیس مالیه، یک آمریکایی است که میآید و اداره امور مالی ایران رو در دست میگیره و مسئول می شود که 450,000 تومان مالیات عقب مانده خوزستان رو از خزعل بستانه. 450,000 تومان هم پول با معاشات هم سرش نمی شده. بله هیچ، اصلا پول کلانی بوده. 430,000 تومان. خزعل جواب تندی میده. اینجا برمیگرده به نکته‌ای که میگید. این در سال 1303 هست، 1303 خورشیدی است. خزعل رو در سال 1304 اردیبهشت به تهران آورد. این در تقریبا پایان سال 1304 خورشیدی است، ماهای پایانی سال 1304 خورشیدی است که خزعل برافروخته میشه از این موضوع و میگوید که نه تنها من مالیاتی بدهکار نیستم بلکه اینجا تیول من هست، یعنی خوزستان یا به قول خودش عربستان متعلق به منه و من هر مالیاتی که جمع میکنم در دست من خواهد بود و پشتگرم هم بوده به پشتیبانی انگلستان. دولت ایران اتمام حجت میکنه و بعد از اتمام حجت و مخالفت خزعل رضا شاه تصمیم میگیره که یک نیروی نظامی رو به طرف خوزستان حرکت بده. اینجاست که اون وقت نقش بریتانیا خیلی خوب نشان داده میشه. دولت بریتانیا ایران رو تهدید میکنه، اسنادش امروز موجود هست. نامه تند می‌نویسن به دولت ایران و تهدید میکنن که شما اقدام نکنید. من اجازه بدید یه تیکه برای شما بخونم، فکر کنم خیلی جالب برای بینندگان شما. ماجرای خزعل دقیقاً توضیح داده نشده در بله نه این نامه است که من اینجا الان داشتم ولی فکر میکنم که در لابلای این اوراق بله اینجاست.
میدونید اولا یه کمیته درست میکنه به نام کمیته قیام سعادت. قیام سعادت. و این کمیته قیام سعادت بله خیلی جزوش میشن. ولی این درایت تیمورتاش و فروغی و چند نفر دیگر هست که با یکایک اینها صحبت میکنن، با سمسام سلطنه، با سلطه و دوله قشقایی صحبت میکنن، چون مهمترین آدمی که غزل برای این کار در نظر داشته سلطه و دوله بوده. مدرس هم از سلطه و دوله پشتیبانی میکرده، یعنی مدرس هم با تقریبا صلاح دید احمد شاه یا پیرامونیانش، به ویژه ولیعهد برادر احمد شاه، در سودای این بوده که یک ضد کودتای علیه رضا شاه بکنه و این است که سلطه و دوله قشقایی و سران بختیاری و شیخ غزل رو، یکی از سردار اسد رو، بله، سمسام سلطنه و سمسام اینها رو جمع میکنند و کوشش میکنند که این کمیته سعادت رو در واقع به وجود بیارن. بریتانیا هم خبر داشت از این موضوع، ولی درایت کار این است که اونها تک تک این آدم ها رو جدا میکنن، فقط یکی از سران بختیاری تا پایان کار با خزعل میمونه و با نیروی دولتی میجنگه و از بین میره و نیروهاش در واقع شکست میخوره، ولی بقیه کنار میان، یعنی پست هایی میگیرند، میپذیرند که با خزعل کار نکنند، به اونها هشدار داده میشه و در این حال وعده هایی داده میشه. خزعل تنها میمونه. در اینجاست که این نامه که خدمتتون میگم خیلی اهمیت داره. نامه کی به کی؟ این نامه است که تلگرافی است که نامه است که وزیر امور خارجه بریتانیا به دولت ایران فرستاد روز 4 آذر. رضا شاه فکر میکنم در روز 2 آذر از تهران به طرف اصفهان برای رفتن به خوزستان خارج شده. در 4 آذر این نامه است که دولت بریتانیا میفرسته برای دولت ایران. در اون موقع شاه دیگه ببخشید بعدها شاه شده، نخست وزیر رضا شاه، نخست وزیر سردار سپاه در تهران نیست، به طرف اصفهان حرکت کرده. در اینجا دریافت کننده نامه فروغی است. عین عبارت رو میخونم، میگه حضرت اشرف رئیس الوزراء وعده دادند که هرگاه شیخ خزعل اظهار اطاعت نماید بر علیه مشار الیه استعمال قوای مسلحه نخواهند نمود. یعنی متاسفانه به وعده خود وفا نکرده. ببینید این چه تهدیدی است که این دولت نابکار بریتانیا میکنه. متاسفانه به وعده خود وفا نکرده و نصیحت دوستانه دولت ما را مورد توجه قرار ندادند. بنابراین دولت انگلیس ناگزیر است اظهار نماید که دیگر نمیتواند به شیخ محمره و بختیاری‌ها، یعنی خزعل و بختیاری‌ها، فشاری را که برای ساکت بودن آنها میآورد ادامه دهد. هرگاه این عملیات موجب خسارت جانی و مالی به اتباع انگلیس گردد دولت علیه ایران مسئولان خواهد بود. ببینید با کمال وقاحت و بیشرمی به دولت ایران، یک دولت مستقلی است، دولتی است که به هر حال قانون داره تبدیل میشه به دولت مدرن، میگوید که شما حق ندارید پا به خوزستان بگذارید، نیروی نظامی به اونجا ببرید و اگر به دلیل کار شما یکی از شهروندان ما براش گرفتاری به وجود بیاید شما مسئول خواهید بود، برای که تا به حال این شیخ محمره پاسدار ما بوده و از ما حمایت میکرده. در نامه دوم خیلی تندتر هست. در نامه دوم در واقع میگوید که ما شیخ محمره رو زیر سایه دولت بریتانیا میشناسیم و به او در واقع میگه به اون نه که پناه دادیم، او رو با خودمون میدونیم و شما اجازه ندارید که کاری در مورد اون بکنید. جوابیه ایران بسیار جالبه. این جواب زنده یاد فروغی است. فروغی به این تلگراف جواب داده، میگوید که عجب دل و جرأتی داشته. این در هیئت دولت مطرح میکنه و جوابی که میده اینه، میگه که از قرار منعقده بین دولت انگلیس و شیخ خزعل که برای اولین دفعه به اطلاع ایران میرسد نهایت تعجب حاصل گردید که برخلاف رسوم بین المللی چگونه چنین قراری را که مغایر حاکمیت دولت ایران است با یک نفر تبعه ایران جایز دانستید. دولت ایران این قرارداد را به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسد و اکنون واضح و مبرهن می شود که تمرد و خودسری شیخ خزعل نسبت به دولت مطبوع خود به استحضار
به تظهار همین قرارداد، به پشتیبانی پشتگرمی همین قرارداد و اطمینانی است که از طرف دولت انگلستان داده شده است، یعنی میگه شما هستید که مسئولید، برمیگردونه و لزوما متذکر میشوم که در این موضوع دولت ایران هیچ گونه حقی را که اعمال آن منافی استقلال و حاکمیت ایران نسبت به خاک و اهالی او باشد قائل نمی باشد. خب این نامه بسیار روشن و صریح است. بله، این قلم خود فروغی است که میگوید که ما زیر بار چنین دخالتی در امور داخل ایران نخواهیم رفت. خوزستان جزو خاک ایران هست و شما اجازه ندارید. رضا شاه کجاست؟ رضا شاه حرکت کرده به طرف بندر دیلم، چون میدونید در اون زمان در ایران که راه زمینی نبوده برای رفتن به محمره، میرفتن به بندر دیلم یا بوشهر، از راه کشتی میرفتن به محمره. یعنی راه از گردنه بهبهان هم وجود داشته ولی راه دشواری بوده و در این حال بیم و هراس داشتن که بختیاری ها اونجا راه رو ببندند. در اینجا دو نیرو، خود رضا شاه با گروه اندکی از راه محمره به طرف خوزستان می رود و نیروی نظامی هم از راه بهبهان وارد خوزستان می شود. و در اصفهان این نکته بسیار جالبی است، در اصفهان کنسول انگلیس با رضا شاه دیدار میکنه و هشدار میده که شما حرکت نکنید به طرف خوزستان. بله. و ما ضمانت میکنیم که رضایت شیخ خزعل رو به دست بیاریم. نامه‌ای میآید از خزعل به تلگرافی میرسه به رضا شاه در اون دوره که خیلی اظهار ندامت میکنه. همه این نامه‌هایی که از طرف خزعل آمده گواه بر این است که بیم و هراس داره. نامه هست؟ بله اینا بیم و هراس داره، چون نمیدونه با کی طرفه. تا به حال زیر سایه دولت بریتانیا با یه سران عشایر دیگه، سران قبایل دیگه روبرو بوده و کسی از دولت مرکزی با او گلاویز نشده بوده و اصلا دولت مرکزی وجود نداشته. پولی میداده به مظفرالدین شاه، پیشتر به ناصرالدین شاه، بعدها اظهار نزدیکی میکرده با محمد علی شاه. میدونید زنی از قاجار داشته، چون تعداد زیادی زن داشته. با اتابک، بله، با اتابک خیلی نزدیک بوده و از پشتیبانی اتابک هم برخوردار بود در دوران مشروطه و در نتیجه احساس امنیت میکرده. فکر نمیکرده که دولت جدا به سراغ اون بیاد. وقتی خبر از سوی بریتانیا به اون میرسه که نه، این توبه میری از اون توبه میری ها دیگه نیست و دولت ایران که این تمرد رو در نقاط دیگه، این سرکشی رو در نقاط دیگه سرکوب کرده، سراغ تو هم داره میاد. او تلگرافی میفرسته و اظهار ندامت میکنه و پاسخ بسیار تندی از رضا شاه دریافت میکنه. ولی با این حال کنسول انگلیس کوشش میکنه که رضا شاه رو راضی بکنه که به طرف خوزستان نره و اگر هم میرود با نیروی نظامی نرود. یک در واقع میتوان گفت سازشی صورت میگیره در اینجا که میپذیرن که او به عنوان میهمان شیخ به خوزستان برود. البته بعد از اعلامیه‌ای که پخش کرده بودند در خوزستان که دولت گفته بود اهالی، مردم عرب خوزستان و همه اهالی این قبیله و طایفه، اینها همه آزاد هستن، اینها کاری نکردن. خب شخص شیخ هستش و پسرش. شیخ هم در محمره از رضا شاه پذیرایی بسیار بسیار برجسته‌ای میکنه. پس جنگی در نمیگیره؟ جنگ در نمیگیره و ولی تمام اینها نقشه است. یعنی اینها برنامه ریزی است که و رضا شاه خزعل رو دعوت میکنه که به تهران بیاد. سردار سپاه. بله. خب چون به نام رضا شاه شناخته شده است دیگه. بله. سردار سپاه دعوت میکنه که او به تهران بیاد و او البته میدونسته که اگه به تهران بره ممکنه دیگه بر نگرده و برنامه ریزی از اینجا آغاز میشه. یعنی از حدود دی ماه سال 1303 برنامه ریزی آغاز میشه که در پیشاپیش این برنامه فضل الله زاهدی قرار داره. همین می‌خواستم بگم تیمسار زاهدی چیکاره بود داری؟ فرماندار نظامی خوزستان هست. یعنی او رفته برای اینکه در واقع اونجا رو دورانی است که به هر حال از افسران نسبتاً توانای ایران بوده در اون دوره و او رفته که در واقع امور رو آروم بکنه. ولی نقشه‌ای که ریخته بودن این بوده که آرام آرام شرایط رو طوری بکنن که در یکی دو روز معین نیروهای مسلح پیرامون شیخ خزعل رو خلع سلاح بکنند و سپس او رو به تهران بیارن. این برنامه بودی که ریخته بودن و این تلگرافی رو که اول خوندید
خبر رسمی است که حالا دولت ایران بعد از اینکه شیخ رو به تهران آوردند، تحت الحبس به تهران آوردن، داره به تمام فرمانداری ها میده و میگه خوزستان هم تمام شده این سرکشی. البته این پایان کار شورش خوزستان نیست، اصلا این آوردن او به تهران آغاز شورش خوزستان و درگیری نظامی است که تعداد زیادی هم عرب در اون کشته میشن، نزدیک به برخی میگویند 100 نفر، برخی میگویند تا 1000 نفر از هوادارانش شورش میکنن. بله دیگه شورش میشه و سرکوب میشه این شورش و به شدت هم سرکوب میشه و پایان کار. کسروی هنوز در اونجا بوده؟ کسروی در این دوره از اونجا آمده، داره در واقع برمیگرده برگشته به طرف تهران. مرکز. بله مرکز. درگیری او در اونجا خیلی معروف هست دیگه، او با خزعل روبرو بوده و یکی از اولین درگیری هایی است که در اون دوره با خزعل داشتن. خزعل چگونه راضی میکنن که بیاد تهران؟ راضی نمیکنن، دستگیرش میکنند. چجوری؟ یعنی ماجرا چجوری بود؟ ماجرا تا اونجایی که آگاهی داریم این گونه بوده. البته میدونید در مثلا سفرنامه خوزستان رضا شاه یا یادمانده هایی که از روایت‌های مختلف، بله دیگه، بله، یه چیزی این وسط هست، گزارش هایی که از وزارت امور خارجه بریتانیا در دست ماست یا کسانی نوشتن که تا حدودی میتوان گفتش که نسبتا نزدیکتر به حقیقت هست، این است که نخست میروند و تحت عنوانی که خزعل رو به خوشگذرانی و میهمانی بفرستند او رو بر کشتی سوار میکنند و از بندر دور میبرند و او در حالی که در حال خوشگذرانی بوده بسیاری از آدم‌های مسلح پیرامون و وفادارش رو خلع سلاح میکنند، دستگیر میکنند و وقتی خزعل رو میگیرند خبر دستگیری خزعل رو پخش نمیکنند تا اینکه او از محمره خارج شده. یه حیله نظامی بوده پس. بله حیله نظامی بسیار بسیار توانایی هم بوده که هیچ خون از دماغ کسی ریخته نمیشه که خزعل رو بیارن. جنگ و خونریزی بعدها آغاز میشه وقتی خبر آوردن خزعل پیچیده میشه. خزعل کی میاره تهران؟ یه نیروی نظامی؟ بله نیروی نظامی میره تهران. بله. یعنی آقای زاهدی؟ شخص زاهدی رو مطمئن نیستم که در پیشاپیش کسانی بوده، قراولانی بوده که او رو به تهران میارن، ولی توجه کنید که او رو وقتی به تهران میارن او دیگه دستگیر شده در تهران نیست، آزاده، منزل مجللی در اختیارش قرار میدند و حتی انتخاب میشه در مجلس مؤسسان. خزعل جزو نمایندگان مجلس مؤسسان هست. عجیبه. یعنی رضا شاه رو رأی میده. بله او رأی میده. هم او هم سهولت الدوله قشقایی همه اینها به رضا شاه، به پادشاهی رضا شاه در مجلس مؤسسان رأی دادند. از جمله شیخ خزعل نماینده خوزستان هست در مجلس مؤسسان. چه نیروی چانه‌زنی قوی وجود داشته. خب به هر حال حالا که آمده تهران دیگه متوجه شده که باید کنار بیاد و متوجه شده که به هر حال امکاناتی براش هست. پسرش هم مثل که آجودان محمد رضا شاه پهلوی بود. بله پسرش. بله این تا 1315 هم زنده بود، یعنی 11 سال پس از اینکه او رو به تهران میارن خوش و خرم میزیست و در 1315 هستش که میگویند به دستور رضا شاه او رو سم دادن و کشتن. سندی در دست ما نیست. بدهی هایی که داشته به دولت ایران پرداخت میشه، بسیاری از دارایی هاشو میگیرند. به هر حال اون کاخ معروفش عملاً به دست دولت میفته، اون کاخی که در منطقه فیلیه داشته، برای منطقه فیلیه که گاه به اون میگفتند خزعلیه. در سیل 1347 بین رفت نه؟ فکر میکنم از بین رفت. بله. شما آگاهیتون در این زمین‌ها خب بیشتره، در زمینه کاخ‌ها. بله. این عکس خیلی زیبایی هم از خانه او در کنار اروندرود. در اروندرود اسم دجله بوده یا شط العرب؟ اسم دیروز یکی از من میپرسید. اسمی بوده که ایرانی‌ها بر شط العرب گذاشتن. شط العرب؟ بله. دجله نیست؟ نه خیر. اسمی است که ایران تصمیم بگیره بر بخش خودش در شط العرب بگذاره. آقا در شاهنامه آمده اروندرود. خب ممکنه قدیم بوده باشه این، ولی در فرهنگ جدید ایران به جای شط العرب میگفتن اروندرود. بله. ببینید یکی از دوستان اتفاقا پیش از این جلسه از من پرسید این نام کارون نیست، کارون به شط العرب میریخته، یعنی کارون و دجله اینها می آمدن تو یک رودخانه بزرگی که این معروف بوده به شط العرب، ولی ایرانی ها به اون اروندرود میگفتند و یعنی این نام رو دیگه پذیرفتن. حالا آیا در شاهنامه به این میگویند اروندرود یا به دجله میگفتن اروندرود، برای من اونقدر روشن است. این رشته پژوهشی من نیست، باید اینها رو کسانی که اون رشته ها رو پژوهش کردن توضیح بدن.
آقای امروزه برخی از قومگرایان سرکوب خزعل رو آغاز اشغال خوزستان عربی که اون رو عربستان میخوانن میدونن و میگن که ستم به خلق عرب ایران از آن زمان آغاز شده و خواهان استقلال خوزستانن. اینا که اهواز با هجی می نویسن. بله ببینید، من توصیه میکنم این کتاب خوشبختانه با این که به نام زنده یاد احمد کسروی است تونسته در ایران چاپ بشه. یعنی کتاب‌های تاریخ 500 سال. بله، کتاب‌های تاریخی احمد کسروی در ایران چاپ می‌شود. این یکی از زیباترین کارهای احمد کسروی است. یعنی کار تاریخ 500 ساله خوزستان که البته بخشی از اون هم تاریخ مشعشعیان هست که البته اون قسمت مربوط به تاریخ مشعشعیان رو در اینجا دیگه چاپ نکردن در این تاریخ 500 ساله. چرا؟ خب برای اینکه راجع به یک دسته شیعی است و همون نقدهایی که بعدها کسروی به شیعیگری میکنه در اینجا به این گروه که اینا جزو غلات شیعه هستند، یعنی قلوفگران شیعه هستند، به اونها کرده. مشعشعیان. بله، که بحث مفصلی است میتونیم با هم بکنیم. آدمکش هم بودن اصلا یعنی اینها کسانی هستند که از زمان اسماعیلیان قبل از اینکه شاه اسماعیل به قدرت برسه بخشی از ایران دولت شیعی بودند. رفتارشون حتی تندتر بوده نسبت به مخالفان از رفتاری که بعدها شاه اسماعیل در پیش میگیره. یعنی اینا تقریبا از یک جنس بودن. ولی در تاریخ 500 ساله خوزستان که من توصیه میکنم به ویژه هم میهنانی که در ایران این برنامه رو نگاه میکنن حتما فراهم کنن. این رو دنیای کتاب چاپ کرده و چاپ خوبی هم هستش نسبتا. البته این جزو کارهایی است که من گذاشتم در برنامه در کنارش حاشیه بزنم شاید یکی دو سال دیگه. ولی در این تاریخ اگر شما نگاه کنید کسروی کمبود داره. بله، کمبود که به هر حال هر کاری که انجام می شود با دانش که امروز ما داریم، اسنادی که امروز ما داریم، میتواند بسیار تواناتر بشود. کسروی بسیاری از ببینید این کتاب رو تاریخ 500 ساله خوزستان رو اساساً زمانی فراهم کرده، اسناد اولیه‌اش که در کار دادگستری بوده، روزانه میرفته کار می‌کرد. این در حدود 80 سال پیش این کتاب اساساً فراهم شده، 75 6 سال پیش و در نتیجه کمبود داره. ولی با این وجود کسروی نشان میدهد که در تاریخ ایران چیزی به نام خوزستان وجود داره و بخش بسیار مهمی از ایران هست و نشان میدهد که این قبایل و طوایف بنی ترف یا بنی تروف یا بنی کعب یا همه این گروه هایی که میگوییم اینها در واقع در 200 سال گذشته 150 سال گذشته اساساً به ایران به این ور آمدند. اینها جزو اعراب دوران فتح ایران نیستند. اینها اعراب کوچنده نسبتاً تازه تری به سوی ایران هستند. اینکه حالا ادعا بکنن که بعد از این همه سال که ایران درش خوزستانی وجود داشته و زبان خوزی یا خوزی یکی از زبانهای باستانی ایران هست، حالا این منطقه متعلق به اعراب تازه وارد به اون منطقه است و عربستان هست، نه تنها با تاریخ پیوندی نداره بلکه با دادای امروز هم پیوندی نداره. یعنی بیشتر مردم خوزستان عرب تبار نیستند، بسیاری از اونها بختیاری هستند، بسیاری از اونها از نقاط دیگری ایران در سالهای مختلف بله به اونجا کوچ کردند و این طبیعی است که مطرح می شود در دورانی که درگیری میان ایران و همسایگانش وجود داره و مسئله هسته‌ای و تنشی که با ایران در این منطقه وجود داره. عربستان پشت این کارهاست. عربستان، کویت، قطر دولت‌هایی هستند که کمک مالی میرسانند به این گروه‌هایی که در ادعای استقلال خوزستان رو میکنن. پایگاه بسیاری از این گروه‌ها در خارج از ایران هست. یکی از این گروه‌ها گروه اصلی در واقع استقلال خوزستان هست در لندن هست، مرکز دفتر و دستکش و در اونجا فعالیت میکنه با کمک دولت عربستان و طبیعتاً دوباره همون نغمه‌ای که در دوران خزعل آغاز کردن امروز هم میخواهند برای جداسازی خوزستان انجام بدهند و به نظر من به جایی هم نخواهند رسید. آقای امینی این گروه قیام سعادت رو بله بله آقای مدرس هم در جزو اینا بوده؟ بله پشتیبانی می‌کرد. یعنی علیه دولت مرکزی؟ بله بله بله. عجب. بله. رضا شاه؟ نه ببینید مدرس بر این باور بوده که شاه احمد شاه دولت قانونی ایران هست و رضا شاه با قدرت نظامی احمد شاه رو از میدان به در کرده. حتی کسی رو یک روزنامه‌نگار معروفی رو میفرسته به
نیست. شاید بد نباشه برنامه درباره‌اش صحبت بکنیم که این کتابی هم داره. بله بله. چه صفوی اسمش بود؟ رحیمزاده صفوی. بله. رضا رحیمزاده صفوی، فکر کنم رضا اسمش. بله. کوچیکش او رو میفرسته به نیست که با احمدشاه دیدار کنه و احمدشاه رو قانع بکنه که برگرده ایران. حتی به او میگوید که لرها و کردها و عرب‌ها هم آمادگی پیوستن به این کار رو دارن. تماس هم گرفته بوده، هم با سمسام السلطنه بختیاری و هم با خزعل، و پروژه در واقع انداختن رضا شاه رو داشتند که البته قدرتش رو نداشتند و رضا شاه و پیرامونیانش پیش دستی میکنند و منزوی میکنند مدرس رو. البته مدرس منظورش این نبوده که ضرورتاً رضا شاه رو از میدون به در بکنه. او میخواسته که قدرت رضا شاه کاهش پیدا بکنه و به همین دلیل هم بعد از همین ماجراها باز با رضا شاه کنار میاد و در انتخابات مجلس بعدی باز نماینده مجلس هست در اون دوره، و بعد دوره بعد هستش که دیگه به مجلس راه پیدا نمیکنه و اون جمله معروف رو میگه که میگه من یک رأی هم نمیاره آخه برای انتخابات. میگه من اقلا خودم که میدونم به خودم رأی دادم. اون رأی کجاست؟ آقای امینی من ببخشید من فکر کنم ما داریم به پایان برنامه میرسیم. اینو من میگم و دیگه برنامه رو میبندیم با اجازهتون. من بعد از اینکه از دانشسرای عالی لیسانس گرفتم مأمور شدم به عنوان دبیر در کاشمر. بله. اونجا جایی که مدرس بله با مادرم رفته بودیم اونجا. یه روزی صاحبخونه ما آمد گفت شما نمیاین؟ گفتیم کجا؟ جمعه شب بود. بله. گفتن که سر قبر آقا. سر قبر آقا و اینا. بله. گفتم آقا که مدرس. معلوم شد که مدرس یعنی گورش زیارتگاه مردم کاشمر بود. بله. چرا من مسلمان بودن، شیعه بودن، اون مادر معروفی بوده و خب به هر حال شخصیت بسیار برجسته هم در تاریخ ایران است و من حتما مایلم درباره‌اش صحبت کنم. ببینید یه ویژگی مدرس که نمیخوام اینجا واردش بشم در این هست که هیچگاه از مقام دینی خودش برای درگیری با رضا شاه استفاده نمیکنه. درگیریش سیاسی است برخلاف این روحانیون امروز. ولی به هر حال برگردم در پایان. خمینی میگفتش که او گفته، یعنی مدرس گفته سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما. دیگه اینها چیزهایی که میگن میسازن. بله. حتما اگه مایل باشید شاید هفته آینده بازم به بحث خزعل اگر بخواهید بپردازیم. اگر چیزی باقی مانده باشه شاید شنوندگان پرسش‌هایی داشته باشند، بینندگان میخوام به همون ایمیل یک کلمه میتوانند بفرستن، یک کلمه @gmail.com و یا به ایمیل شما و میتوانیم این بحث رو شاید هفته آینده حسینمهری@yahoo.com. خیلی ممنونم آقای امینی عزیز، خیلی اطلاعات دریافت کردیم هوشمندانه. هفته آینده ساعت 9 به وقت کالیفرنیا شب، دوشنبه شب به وقت کالیفرنیا، لس آنجلس. با سپاس از آقای عماد کارگردان برنامه. شنوندگان عزیز، شب و روز شما خوش بینندگان گرامی.